سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم ماه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بازداشت 8 فوتبالباز تاجیک در مسکو در پی زنوزنی در ورزشگاه. بانک اسلامی رشد برای بنیاد نیروگاه روغون 550 میلیون دلار جدا میکند. نقشه بهوری دعوت به ارتش در ماه اول 70% اجرا شده است. در توسکولای بزرگ دوشنبه قریب 400 ورزشکار از 65 کشور اشتراک می کنند. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 28 اپریل سال 2024 بازی فوتبال بین دو دسته لیگ هوسکاران شهر مسکو با زنوزنی انجام یافت و در پی آن 8 فوتبالباز زاده تاجیکستان را دستگیر کردند. در این باره تلگرام کانال باز با نشر ویدیوی لحظه زنوزنی بین فوتبالبازان دسته های خوسه و یوزاو خبر داد. به دست کم 2 فوتبالباز خوسه این زنوزنی می توانند با دیپورتاسیا از روسیه انجام شود، چون که سندهای بود و باش آنها در روسیه درست نبوده است. بنا به گزارش باز خود این بازی روز یکشنبه 28 اپریل در ورزشگاه ترود در شورای ورشا و بین دسته های خوسه که اساساً زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان و یوزاو از حوزه مأموری جنوب و غربی شهر مسکو با شکست خوسه با حساب بزرگ 0-12 انجام یافت. در جریان بازی در یک لحظه بازبرانگیز داور توپ را به دسته یوزاو داد و بازیگر خوسه سورج سفربیکوف با قرار داور با صدای بلند اعتراض کرد و اما بازیگر یوزاو الکسی سپاسیونوف از داور طرفداری کرده سفربیکوف را نواق برآورده است. سفربیک از این بحث توی من آزرده شده بود. بعد انجام بازی وقتی فوتبالبازان یوزاو میخواستند در مرکز میدان عکس دست جمعی بگیرند، سپاسیونوف را به یک طرف برده با او وارد بحث شد و یک مشت بر رویش زد. بعد این به جنجال بازیگران دیگر و مخلصان همراه شدند و در میدان زنوزنی گروهی صورت گرفت. در پی این زنوزنی یک فوتبالباز یوزاو نیکیتا زخاروف با زخم‌های سر و قوش دریده به بیمارستان مراجعت کرده است. بنا به اطلاع باز پلیس 8 فوتبالباز خوسه سورج سفربیکوف 26 ساله، همچنین خالقدادوف 25 ساله، تجملشویف 33 ساله، قلندربیکوف 21 ساله، قلندربیکوف 19 ساله، نظرشویف 32 ساله، زیارتوف 33 ساله و اوشوربیکوف 33 ساله را بازداشت کرده است. همه آنها زادگان تاجیکستان بوده. بازدیدشان با اتهام می دولتباشی پروتکل‌های مأموری ترتیب دادند. به فوتبالباز خوسه همچنین برای ویران کردن قانون بود و باش در قلمرو روسیه به تعدید اخراج روبرو شدند. به بالای این بنا به اطلاع باز مواد جمع شده درباره این حادثه را به کمیته تفتیشات نیز فرستادند و عجب نیست که نسبت به فوتبالبازان زاده تاجیکستان پرونده جنایتی هم بکشایند. تاکید میکنیم که این فرضیه حادثه صرف بر پایه گزارش باز است. فوتبالبازان و مأموریت دسته خوسه این قضیه را تا حال یگان شرح ندادند. بانک اسلامی رشد روز 27 اپریل سال 2024 برای ساختمان نیروگاه برای تاجیکستان حیاتاً مهم روغون 550 میلیون دلار سرمایه جدا کرده است. 150 میلیون از این مبلغ را خود بانک اسلامی رشد و 400 میلیون دلار باقی مانده‌اش را صندوق‌های رشد عرب جدا می‌کنند. در این باره سامانه رسمی وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان خبر داد. بنا به این منبع روز 30 اپریل سال 2024 در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی واخوری وزیر رشد اقتصاد و سودا همزمان مدیر کشور بانک اسلامی رشد از تاجیکستان زوقی زاده با پرزیدنت گروه بانک اسلامی رشد دکتر محمد سلیمان الجسیر برگزار گردید. در این ملاقات بنا به گزارش نشر شده با خوشنودی ذکر گردید که روز 27 اپریل سال جاری شورای مدیران اجرایی بانک اسلامی رشد لایحه مبلغ گذاری ساختمان روغون را در حجم عمومی 550 میلیون دلار از جمله 150 میلیون دلار از حساب خود بانک و باقی مانده 400 میلیون دلار از حساب فندهای رشد عرب قرار قبول نمود. زوقی زاده با اظهار سپاس برای چنین دستگیری از پرزیدنت گروه بانک اسلامی رشد خواسته است که این نهاد به ساحه‌های افضلیت‌ناک اقتصاد ملی از جمله رشد انرژی سبز به خصوص لایحه‌های ساختمان نو روغون، روی گلستان فرخار 5 دوستی، آبیاری زمین‌های کشاورزی، مؤسسه‌های تعلیمی، تأسیس کارخانه‌های نساجی،
استحصال محصولات حلال، تشکیل مرکزهای لوجستیکی، رشد سودا و سیاحی، بانکداری، تقویت اقتدار صادرات کشور، بخش خصوصی، پیشگیری پیامدهای تغییر اقلیم، اینچنین تامین اجرای استراتژی مشارکت بین تاجیکستان و بانک اسلامی رشد برای سالهای 2023-2026 مبلغ گذاریش را زیاد نماید. گفته می شود دکتر الجسیر آمادگی این نهاد را برای افزایش مبلغ گذاری لایحه‌ها در سمت‌های قید گردیده چنین تقویت همکاری‌های من بعد بیان کرده است. سال گذشته سفیر سعودی در دوشنبه خبر داده بود که بنیاد رشد یا صندوق تضمین عربستان سعودی به تاجیکستان برای ساختمان نیروگاه راغون 100 میلیون دلار جدا می‌کند. ساختمان نیروگاه راغون سال 1976 که اتحاد شوروی هنوز پابرجا بود آغاز یافت، ولی با فروپاشی اتحاد شوروی این ساختمان دیگر ناتمام باقی ماند. ساختمان این نیروگاه برای تاجیکستان که هر سال در فصل سرما با کمبود شدید نیروی برق روبرو می شود با یک مسئله حیاتاً مهم تبدیل یافته است و حکومت تاجیکستان مستقل چندین مرتبه تلاش کرد تا ساختمان نیروگاه راغون را که با 3.6 مگاوات اقتدار و 335 متر بلندی سربندش در منطقه بزرگترین شمرده می شود از سر بگیرد. به این مقصد 2 مرتبه در سالهای 1994 و 2004 حکومت تاجیکستان با روسیه برای انجام ساختمان نیروگاه راغون شرطنامه بست، ولی هر دو قرارداد در روی کاغذ ماند و عملی نشد. در سال 2010 حکومت تاجیکستان کوشش کرد که خودش مستقلانه به ساختمان راغون آغاز کند و به این مقصد یک معرکه فروش سهمیه‌های نیروگاه آینده را برو انداخت. در دوام چند ماه از مردم و از کارخانه‌ها نزدیک 900 میلیون سامانی یا 180 میلیون دلار جمع آورد که برای انجام ساختمان کافی نبود. تاجیکستان در سالهای آخر در مجموع از بودجه‌اش برای ساختمان راغون علاقه تقریباً 3 میلیارد دلار صرف کرده. سالهای 2018-2022 دوچرخه اول این نیروگاه را به کار درآورد، ولی با وجود عوض شدن موقع مخالف اساسی طرح ساختمان نیروگاه راغون، ازبکستان به دوشنبه تا حال میسر نشده است که برای انجام پروژه ساختمان این نیروگاه سرمایه کافی را جلب کند. در روزهای آخر در گروه‌های مهاجران تاجیک در شبکه‌های اجتماعی ویدیو چرخ می‌زند که چگونه مسافران 3 زن حجاب‌پوش را با کودکان خردسالشان از ترالبوس پیش می‌کنند. این زنها بین خود و با کودکانش به تاجیکی حرف می‌زنند و ظاهراً از تاجیکستانند. در پس منظر موج نو تعقیب مهاجران تاجیک که بعد حمله خونین کراک و سیتی خال اوج بازم بیشتر گرفته است، بسیاری ها این ویدیو را همچون باز یک علامت بازم بدتر شدن مناسبت اهالی محلی نسبت به مهاجران به ویژه نسبت به تاجیکان در روسیه می شمارند. لحظه آغاز مناقشه بین مسافران محلی و زنان مهاجر در ترالبوس ثبت نشده است و از این رو سبب مناقشه نامعلوم باقی میماند. در ویدیو دیده می شود که چند زن و یک مرد اسلاویانی کوشش میکنند که با زوری یک زن حجاب‌پوش را با فرزندانش از ترالبوس برانند. آنها از گریبان زن گرفته میکشند که از جایش بخیزد و ترالبوس را ترک کند، اما آن زن گردن نمیدهد و وقتی یک زن سالخورده روس از گریبانش میگیرد دست او زن را تیله داده میگوید دستت رو بگیر. وقتی که همه مسافران میگویند باید پلیس رو به اینجا دعوت کرد، این زن بازم ناترسانه میگوید مرحمت دعوت کنید. یک مرد روس به جنجال همراه شده اون زن رو سرزنش میکند که باید درست رفتار کند. او سپس از آن زن کودکدار با اشاره به طرف در ترالبوس طلب میکند که میبرویم. در این اثنا یک نورس که ظاهراً پسر این زن حجاب‌پوش بود و در پهلوی او نشسته بود از جا بلند شده به جنجال خوش میشود و خطاب به آن مرد میگوید که خودت برو. این نورس همین طور به حمایت از مادرش با دیگر زنهای روس که بالای زن حجاب‌پوش داد میزنند وارث بحث میشود و آنها را در جایش میشیناند. جنجال اوج گرفته قریب تا به زن و زنی میرسد. در نهایت به مسافران محلی که خیلی بیشتر بودند میسر شد که این زن حجاب‌پوش را با کودکانشان به زوری از ترالبوس تیله داده میبرارند. همان زن حجاب‌پوش اول بعد به بیرون برآوردن کودکان باز وارد ترالبوس شده میگوید یگان کس یگان جا نمیرود، ولی اون مرد روس او را دیگر باره تیله داده از اتوبوس میبرارد و در همین لحظه راننده در ترالبوس را میپوشد. از بس که این ویدیو در بین مهاجران بحث‌های گرمی را به پا کرده است، اداره پایگاه خبری بامداد به تحقیق آن پرداخت و معلوم کرد که این مناقشه هنوز ماه اکتبر سال 2022 در شهر سنت پترزبورگ روسیه رخ داده است. آن و خدمات مطبوعات کارخانه واحد دولتی
گور الکتراترانس پتربورگ خبر داد که این جنجال بین مسافران ترالبوس رقم 29 نیمه دوم روز 5 اکتبر سال 2022 تخمینا ساعت 15:50 در ایستگاه نزد مترو مسکوفسکای رخ داده است و راننده ترالبوس در آن را پوشیده جانب‌های دیگر را به صورت جسمانی از هم جدا کرده است و سپس با درخواست مسافران دیگر از آن ایستگاه حرکت کرد. گور الکتراترانس درباره سبب جنجال ها اظهار بیخبری کرد چون که منبع اول دسترس نیست، ولی برخی رسانه‌های محلی از جمله فانتان که نوشته بود که این زنها رو برای اون از ترالبوس پیش کردند که آنها بلندگویی میکردند. برخی کاربران آن وقت نوشتند که این زنها از لولیان آسیای مرکزی بودند که آنها رو جوگی هم میگویند و در شهرهای روسیه امروی فرزندانشان اساساً به تلبندگی مشغولند. با گذشت 1 سال 7 ماه تصدیق درستی این ادعا دیگر امکان ندارد. وقتهای آخر مهاجران تاجیک از بدتر شدن مناسبت هم مقامات و هم ساکنان روسیه نسبت به آنها زیاد شکایت میکنند. این را به حمله تروریستی در کراکوس بستگی میدهند که اکثر متهمانش متاسفانه از تاجیکستانند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. وزارت مدافع تاجیکستان روز 1 مای سال 2024 با جنبش نتیجه های 1 ماه اول موسم بهاری دعوت به صف قوه های مسلح جمهوری خبر داد که در ماه اپریل نقشه عمومی دعوت به ارتش 70% اجرا شده است. برای مقایسه در ماه اول دعوت تیرمایی یعنی در ماه اکتبر سال 2023 نقشه دعوت 75% و در ماه اپریل سال گذشته 63% اجرا شده بود. دعوت بهاری امسال با آن فرق میکند که در 1 ماه اول خوشبختانه شکایت ها درباره ابلاغ تقریبا به گوش نمیرسد. پلکانیک فریدون محمدعلی زاده سردار مرکز مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان گفت در طول ماه اپریل سال 2024 علاقه بیش از 20 شهر و نویه‌های جمهوری و 1 ولایت نقشه دعوت به صف قوه‌های مسلح را پوره اجرا کردند. در نخستین روز دعوت اولین شده در جمهوری شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان از اجرای پوره نقشه دعوت گزارش داد و چند سال اخیر در این ولایت مختار اجرای نقشه را پیش از مهلت یعنی در روزهای نخستین دعوت اولین شده در جمهوری به اتمام میرسانند، گفته است پلکونیک محمدعلی زاده. او همین طور درباره علاقه نقشه دعوت را پوره اجرا کردن نویه رشت، سنگوار، لخش، نورآباد، تاجیک‌آباد و شهر روغون در وادی رشت و نویه‌های وخش، فرخور، خراسان، مومن آباد، ناصر خسرو و دوستی، قبادیان و نورک، لیوکان در ولایت ختلان خبر داد. همین طور بنا به اطلاع سخنگوی وزارت مدافع اجرای نقشه در ولایت سوخت در 1 ماه اول موسم دعوت بهاری 55%، در دوشنبه 51% تشکیل داده است. ولی به گفته فریدون محمدعلی زاده مسئولین مقامات دولتی وابسته به دعوت در 4 نویه پایتخت عزم دارند که این چاره‌بینی مهم سیاسی را با صفت بلند و پیش از مهلت به انجام رسانند. لازم به یادآوری است که در 2 موسم دعوت بهاری و تیرماه سال گذشته نقشه عمومی در جمهوری در نهایت اجرا نشد، زیرا مرکز مطبوعات وزارت مدافع نتیجه های نهایی آن 2 معرکه را نشر نکرد. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 مای و تیرماه از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام میکند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان امرو با شکایت‌ها از ابلاغ یا احاطه‌گیری جریان میگیرد. ابلاغ یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیسریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن سال دعوتی را در کوچه بازار را دستگیر کرده به خدمت می‌فرستند. در جامعه چنین شیوه‌های مجبوراً به صف ارتش بردن جوانان را محکوم می‌کنند و می‌گویند مقامات حربی باید شرایط را در ارتش خوبتر کنند تا که والدان با دل پر فرزندانشان را به خدمت روان کنند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کردند که به این تجربه ابلاغ که روی دولت را می‌ریزاند نقطه گذارند. بنا به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی گشتین جودو یا جودو برای اشتراک در مسابقه دوشنبه گرند سلام 2024 390 ورزشگر از 65 کشور جهان نامزد شدند. فدراسیون جودوی تاجیکستان خبر داد که بیش از 200 ورزشگر در آسایشگاه شاهنبری و باقی مانده در مهمانخانه‌های شهر دوشنبه با شرایط خوب استقامتی و تمرین فرا گرفته شدند. یادآور می‌شویم در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه بار اول در تاریخ 3 مای سال 2024 در قصر تنیس و مجموعه ورزش‌های آبی مسابقه بین المللی جودو یا دوشنبه گرند سلام 2024 دایر می‌گردد. پیشنهاد رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی
و فدراسیون جودوی تاجیکستان درباره شروع سال 2024 در پایتخت تاجیکستان دایر نمودن یکی از مسابقه‌های سیر جهان جودو گراند سلام اوید با جودو از جانب فدراسیون بین المللی جودو پذیرفته شده است. پیش از بازی‌های المپی پاریس 2024 برای اشتراک در مسابقه دوشنبه گراند سلام 2024 چندین ستاره معروف جودوی جهان به دوشنبه آمدند و برای دریافت جایزه‌ها و امتیازهای المپی تلاش می‌نمایند. از جمله قهرمان 3 کاراته المپی و قهرمان 12 کاراته جهان تیجی رینری 35 ساله از فرانسه در وزن بیش از 100 کیلو رقابت خواهد کرد. سیوهی اونایی 32 ساله ژاپنی قهرمان 2 کاراته بازی‌های المپی و قهرمان 6 کاراته جهان در وزن تا 73 کیلو باعث میهمان فخری در مسابقه دوشنبه شرکت می‌ورزد. ورزشگران در مسابقه با نفوذ بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازها در فهرست جهانی و المپی میشوند. مبلغ عمومی جایزه‌های مالی مسابقه 154,000 یورو را تشکیل می‌دهد. غالبان در هر وزن یعنی جای اول با 5,000 یورو، جای دوم 3,000 یورو و صاحبان مدال برنجی یا جای سوم با 1500 یورو سرفراز می‌گردند. به اجرای فدراسیون جودوی تاجیکستان دسته تاجیکستان از 37 ورزشگر عبارت است، اما دو پهلوان شناخته تاجیک امامعلی نورعلی 66 کیلوگرم با سبب آمادگی به قهرمان جودوی جهان و سامان محمدبیکوف 81 کیلوگرم به سبب جراحت برداشتنش در قهرمان جودوی آسیا در مسابقه تاسکولوی بزرگ دوشنبه اشتراک نمی‌کند. کمیته اولوی فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که در قلمرو کشور روزهای آینده هوای نامساعد در نظر است. چنانچه روزهای 4 و 5 می سال 2024 در یک قطار نویه‌های کوی و نزد کوی ولایت سوخت، نویه‌های ولایت ختلان به خصوص نواحی خراسان و یاوان، همچنین در حدود نویه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان باران‌های شدید می‌بارند. در یک قطار نویه‌ها احتمال رعد و برق و شدت گرفتن شمال با صورت 20 متر در یک ثانیه وجود دارد. 3 می سال 2024 در یک قطار نویه‌های توبه جمهوری و 4 و 5 می در اکثر نویه‌های توبه جمهوری، نواحی کوی و نزد کوی ولایت سوخت، نویه‌های جداگانه ولایت ختلان، همچنین قلمرو نویه درواز اومدن سیل‌ها در نظر داشته شده است. 4 و 5 می بلند شدن سطح آب بر اساس باران‌های پرشدت در رودخانه‌های یوغسو، قزلسو و دریاهایی که از قطارکوهای ایثار جاری می‌شوند احتمال دارد. در این رابطه کمیته اولوی فوق‌العاده بار دیگر به اهالی مراجعت نموده خواهش می‌کند که در این روزها تا حد امکان از سفر از عقبه‌ها و راه‌های کوهی به کوه و دامنه‌کوه‌ها به جمع‌آوری زنبوروغ‌ها، گیاه‌های شفابخش، هیزم، شکار، چرب و چرانی و ماهیداری به ساحل آب‌ها نروند. همچنین کمیته به شهروندان به کسانی که در دهه به سر میبرند توصیه می‌دهد که تلفن‌های موبیلی خود را همیشه آماده نگاه دارند. در حالت رخ دادن این یا آن حالت فوق‌العاده برای کمک مراجعت کنند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.